امروز اومدم جنگل و خواستم که با این کارتا یه پیام خیلی مهم از طبیعت براتون بگیرم. برای اینکه انرژیاتون همسو بشه 2 بار بزنید روی صفحه و برای 2 تا از دوستاتون این ویدیو رو ارسال کنید، تمرکز کنید، درخواست نشونه بکنید. این کارت میگه گاهی فراموش میکنی که چقدر راه سختی و پشت سر گذاشتی. بارها زمین خوردی، بارها همه چیز علیه تو بود، بارها حتی خودت به خودت شک کردی اما بازم بلند شدی. این کارت میگه همین دووم آوردنت خودش یه پیروزیه، موفقیتی که خیلی وقتا نمیذاری ببینیش چون فقط به خط پایان خیره شدی. اما طبیعت داره بهت یادآوری میکنه که تو همین الان هم قهرمانی، حتی اگه تاج و پرچمت هنوز دستت نباشه. به مسیرت افتخار کن، نه فقط به مقصدت. نذار تردیدها یا قضاوت دیگران نور تو رو خاموش بکنه. ادامه بده، محکمتر از قبل. پیروزی نزدیکتر از چیزیه که فکر میکنی و وقتی برسه نه فقط زندگی تو تغییر میده بلکه چراغ